بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز خواستم همراهتون درباره چطور نماز خواندن یک صحبت داشته باشم، آن هم با طرز عملیش. یعنی چه خیلی میدونید زیادی ها بیشتر مردم در همین مسئله خیلی در اختلاف هستند. یعنی زن چگونه باید رکوع کند، چگونه باید سجده کند. حتی مردها در وقت سجده چه خیلی باید سجده کنند یا در وقت قیام ایستادن دستها را به کجا مانند. همین گونه خیلی اختلافات زیاد است و از همه چیزی تأسف آور این است که اونهایی که داد و فغان میزنند که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه این گونه باید بشینید، این گونه باید راست بایستید، این گونه باید التحیات خوانید، میبینید که یگان سخنشون به کتاب های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه راست نمی آید. مثلا به کتاب اختیاری مذهب حنفی اگر نگاه کنید و این چنین به کتاب مبسوط یا نگاه کنید یا اینکه به کتاب های شیخ مرغینانی اگر نگاه کنید، میبینید که امروزه گپ هایی که درباره نماز در بین مردم ما پخش شده است، یگان توش تقریبا که گویا که حتما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنها این گونه باید بشیند گفته باشند، در رکوع حتما این گونه باید کنید گفته باشند، یگان توش تقریبا در آنجا وجود ندارد. از یک کتاب های کوچکی که فرض عین یا بعضی کتاب های دیگر بسیار چیزها رو دلیل گرفته ایم، ولی بخبر هستیم که سخنهای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از اکثریت سخنهای این کتابهای در وقت شوروی چاپ شده خیلی خیلی دور هست. برای همین هم خواستم در این مسئله که دربارش خیلی مدت هاست که خواهرها میپرسن که زنها در وقت سجده دستهایشان در کجا باشد، در وقت رکوع چه خیل باشد. حتی بعضی زنها میپرسن که مثلا به پسرچم چگونه من نماز را یاد دهم. در این باره یک ویدیو یا گفتیم نوار عملی همراهتان کرده باشم. پیش از همه وقتی که ما به نماز شروع میکنیم حتمی است که زنها ستر عورت خود را داشته باشند، مردها هم ستر عورت داشته باشند و زنها به جز دست و چهره تمام بدنشان پنهان باشد. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه پایها هم تا بجلک اگر کشاده باشد باکی ندارد. یگانه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه آن را هم به دست قیاس میکنند که زن همیشه پایش را برای پنهان کردن مشقت است، برای همین در نماز پایهایش کشاده باشد هم باکی نیست. اما جمهور علما یعنی بقیه تمام مذاهب میگویند نه، پای زن هم عورت است، چون در ما حدیث در سنن ابو داود است که وقتی حضرت ام سلمه پیامبر را میپرسند درباره اینکه زنک با یک کرته دراز با رومال نماز خواند میشود، پیامبر میگن آره اگر کرته ها دراز باشد و بالای پایهایش را پنهان کند. برای همین در دیگر مذهب ها تگ پا نبا، بالای پا حتما باید پنهان باشد که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه تا بجلک اگر پنهان باشد میشود. بعدن میدونیم که باید طهارت داشته باشیم و وقت نماز باشد و لباس ما کاملا از نجاست پاک باشد. لباس ما از نجاست پاک باشد. البته عورت مردها از زانو تا ناف است، ولیکن هرچی پنهان باشند باز این احترام است، آداب است و پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه عورت مرد مثلا از ناف تا زانو هست، هرگز فقط با یک شورت مثلا نماز نخوانده بودند، همیشه ریدایشون بود، خوشرو سلهشون بود، اگرچه بی سله هم سرلوج باشد هم می شود. اکنون عزیزان درباره چگونه نماز خواندن زنها و رکوع چه خیل باشد، سجده چه خیل باشد، من انشاءالله با کمک دخترچه هم که در این وقت از عملی او به شما نشان میدهم نوار رو شروع میکنیم. سلمى جان بیا. وقتی که در نماز می استید درباره جای نماز عزیزان، درباره جای نماز خیلی سوال ها زیاد می رود که جای نماز اگر این طرفش کمی قد باشد چی می شود، جای نماز اگر یک طرفه باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای نماز در حیاتشان نماز خواندگی نیستند. مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم از خاک بود، حتی وقتی باران میبارید که سقفش نبود چهره اصحاب پیامبر خاک‌آلود میشد. یعنی جای نماز ما برای آن به زمین میکنیم که مبادا قالین ما به نماز نباشد، علل خصوص اگر کودک میده داشته باشیم، وگرنه قالین شما اگر نمازی باشد جای نماز یعنی این یک پارچه لته یگان خیلی لازم نیست. پیامبر در خانهشون همیشه جای نماز گیرون نمیگشتن که این چیز رو خیلی یعنی یک طرفش رو قطع کردیم چی به زمین موندیم چی بالایش اگر نشسته خوراک خوردیم چی، یک لته عادی هست. این یگان مقدسیت ندارد. شما اگر قالینتون تازه باشد یا حتی زمین خانهتون تازه باشد، شما کاملا به جای نماز هم
می توانید نماز خوانید. بعداً درباره نماز عزیزان، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مردها در وقتی الله اکبر گفتن دو ابهامشون باید با همین نرمی گوششون برابر باشد، زنها باشن تا کتفشون باشد. سلمى جان میگن مثلا الله اکبر میگن تا اینجا باشد دست زنها، مردها بالاتر باید باشد. انا این در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. در نزد جمهور علما مردها هم تا کتف میبردارن، یعنی هر دویش هم حدیث است، برای هر دویش هم گناهگار نمیشود. یعنی زنها تا کتف بردارن هم یا اینکه یکی بالاتر بردارن هم به این گناهگار نمیشوند، مردها هم یکی تا کتف بردارن هم تا بالا بردارن هم. فقط ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند برای زنها سطر عورت که دستشون هست، برای اینها تا کتف برداشتنشون بهتر است که دستکشون پنهان باشد. این در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه است. برای همین دستش رو با تا اینجا برداشت تا بالا برداشت، با اینقدر جدی اهمیت ندهید، برای اینکه حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلام دستشون رو برداشتن. بعضی علما میگن یعنی بالای انگشتاشون تا کتفشون بود، بعضیشون میگن نه تا گوششون بود، که هر دویش هم با همین دست برداری رابطه دارد. هر دویش هم درست است، هر دویش هم درست است. و بعد از الله اکبر گفتن، مثلا الله اکبر گفتیم در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زن بالای سینه ها دستش رو میموند و با دو انگشت دستش رو میقبد و نمیخل میگیرد. زنها همین گونه نماز میخوانند و مردها زیر ناف میمونند. اما در نزد جمهور علما زن بالای ناف مونده میشود، زن هم مرد هم، زن هم مرد هم. و همین را دانید که عزیزان، چی دست بالای سینه ها باشد، چی بالای ناف باشد، چی پایان باشد، دربارش حدیث ها آمده است. به حدیث ها نگاه کرده علما اختلاف دارند. اما در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه زنها بالای سینه دست میمونند و مردها زیر ناف میمونند و میگن این باز به آداب و به تماما تواضع بهتر است. یعنی از حد خاکساری هست به مردها اگر دست را زیر ناف مانند و به طرف سجدگاه نگاه کنند. همین گونه الله اکبر شروع میکنیم. آره دست را ماندیم. در اینجا دعای ما سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک، سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک میگویم. بغیر از این باز دیگر دعاهای دیگر هست. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب، این دعا را خواندگی بودند. یعنی یکی حیران نشوید که در اینجا دیگر دعاها هم بوده است، چون پیامبر دیگر دعاها هم خوانده بودند. اما همین که سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، این دعا خیلی مشهور است، اساسا همین را خوانده می شود. بعد از سبحانك اللهم گفتن در یکم رکعت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن حتمی است. بعد سوره فاتحه میخونید، آره الحمدلله رب العالمین رو تا آخرش میخونید. بعد ضم سوره میکنید. ضم سوره رو از اول سوره ها شروع کنید. مثلا قل هو الله احد رو با بسم الله شروع میکنید. سوره ها با بسم الله شروع میشوند، با بسم الله شروع میکنید. اما اگر مثلا یک آیتی دراز، مثلا آیت الکرسی رو خوندید، یک آیتی دراز از دیگر از سوره ها رو خوندید، یا نصف سوره مثلا اما یتساءلون رو خوندید، در اینجا بسم الله نمیگوید. اما مثلا یکم رکعت به سوره قل هو الله احد خوندید، دویمش به اما یتساءلون خوندید، یگان مشکل ندارد. یعنی حتمی نیست که شما ترتیب کردید در نماز سوره ها رو خوندید، مهم ضم سوره کنید. یعنی الله اکبر گفتیم، دستمون رو ماندیم، سبحانك اللهم خوندیم، بعد از این اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه خوندیم، یگان سوره ضم کردیم. بعد از این الله اکبر بر رکوع میرویم. بر رکوع دخترم پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی رکوع میکردن کاملا پشتشان یخل بود، یعنی نه سرشون رو بالا میکردن نه پایین، سرشون با پشتشون برابر می ایستاد. و این گونه رکوع کردن عزیزان هم برای مرد است هم برای زن است. همین گونه کاملا رکوع کردن هم برای زن است هم برای مرد. یگانه ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگر مذهب ها میگن برای زن اگر مشقت شود کمی خم شود هم میشود. یعنی بعضا زنک حامله هست یا کودک شیرده دارد، برای او خم شدن مشکلی هست. اما در اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم همین گونه رکوع میکردن. زن و مرد باید همین گونه رکوع کنند. بعضی میگن کمی باید پای زن قد باشد یا اینکه زن کمی خم شود، اساس ندارد. ببینید به کتاب های فقه حنفی نظر کنید که زن و مرد رکوعشان یک است. یکی برای مشقت نشدن به زن اجازت است که کلا اگر استخوان های پشتش رو راست کرده نتواند کمی خم شود، اما عیناً باید همین گونه باشد. زانو ها رو میقبیم. بعد از این سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یعنی باید آرام گیریم، باید آرام گیریم. سمی الله لمن حمیده برمیخزیم، الله اکبر گفته و بعد از سمی الله لمن حمیده گفته شما میتوانید دست رو مانید،
شما میتوانید دستتون پایان ایستاد، هر دویش به اجازت هست. بعد از این الله اکبر میگیم، دخترم به سجده رو الله اکبر میگویم، به سجده میرویم. نگاه کنید در سجده کردن زنها شون به پایشون رسید با دارد، برای اینکه به این بعضی علما اون هم همشونه، بعضی علما اجازه هم برای این زن مشقت نشود. زنها جسماً از مردها فرق میکنند، اما مردها حتما باید اورنج هاشون از زمین بالا باشد و شکم هاشون به پایشون نرسد. اگر زنها اورنج هورمون زنها اورنجشون رو به زمین ماندن باکی نیست در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگر مذاهب. اون هم برای چی؟ برای آسان شدن عبادت به زن. یعنی این نه که پیامبر حتما این گونه خونتون گفته باشن، برای اینکه برای زن این گونه نماز خوندن آسان تر است میگوین. نگاه کنید، بعد دست هایتون برابر کتفایتون باشد یا اینکه نزدیکتر به گوش باشد، هر دویش به دلیل هست. یعنی دست ها برابر کتف در وقت سجده یا اینکه برابر گوش ها، اما حتما پیشانیتون و بینیتون در وقت سجده به زمین رسد، پیشانیتون و بینیتون. بعد از این الله اکبر برمیخیزیم. در وقت نشستن بین سجده ها نگاه کنید چگونه که پای ها در بالای یک پای می نشینیم، یک پای دیگر این گونه باید باشد. اما برای زن ها ابو حنیفه رحمت الله علیه اجازه میدن که هر دو پایت رو به پهلو برار، هر دو پایت رو نه هر دو پایت این طرف خودت به زمین شی، ها این پای ها نگاه کن من این خیلی باشد. انا همین گونه نشستن رو فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه برای زنها اجازت است. یعنی چی در التحیات خواندن باشد، چی بین دو سجده باشد، میگویند برای زنها همین گونه نشستن اجازت است. انگشت ها نگاه میکنیم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین سجده ها خودت چه خیلی نشسته بودی؟ همین خیلی بنشین بالای این پایت بشین. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین سجده ها هم همین خیلی می نشسته. یعنی نگاه کنید پای راست از این طرف بر اومدگی، انگشت ها به طرف خودشون با پای چپ می نشستن. یعنی همین گونه نشستن در نزد دیگر مذاهب همش سنت است. همین گونه نشستیم. یک بار دیگر به سجده می رویم. الله اکبر سبحان ربی العظیم. گفتم اگر اورنج هاتون به زمین رسد هم برای زنها ممکن، اما برای مردها تماما ممکن نیست. بعد از این سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی گفتیم میخیزیم. بخیز از جایت. این مثلا دویم رکعت بخیز. الله اکبر الله اکبر. نگاه کنید اگر شما الله اکبر گفته از جایتون خستید یا بر رکوع رفتید، این یکی از سنت ها هست. فقط در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه همین سنت نیست. یعنی ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند فقط در نماز رو شروع کردن الله اکبر گوید تمام. در دیگر وقتها وقتی رکوع رفتن و سجده رفتن نکنید، در حالی که در این باره حدیث زیاد است. برای همین جمهور علما میگن نه، از رکوع خیزی هم الله اکبر گفته به سجده می روید، در وقت رکوع هم که رفع یدین رو کردید ثواب نکردید ان شاء الله گناهکار نیست. برکت دوم خسته. نگاه کنید الله اکبر ما رفع یدین نمی کنیم بچم در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. دست رو میمونیم با سوره فاتحه میخونیم. بعد از سوره فاتحه یگان سوره دیگر ضم میکنیم بسم الله گفته، باز بر رکوع میرویم الله اکبر. رکوع رفتیم، رکوع میان ها باید راست باشد. سمی الله لمن حمیده ربنا لك الحمد گوید هم میشود. اگر فقط سمی الله لمن حمیده گوید هم ان شاء الله باکی نیست، برای اینکه هر دو روایت هم هست. باز الله اکبر اگر رفع یدین کرده رفتید خوب است، اگر الله اکبر نگفت هم عادی رفتید هم در مذهب ابو حنیفه یعنی شما الله اکبر دست رو نبرداشت میروید الله اکبر میرویم به سجده مثل پیشتر. یک تا سجده الله اکبر، دوی مشروب کن الله اکبر، باز یک بار دیگر سجده میکنیم الله اکبر. اکنون بنشین الله اکبر. نگاه کنید حاضر دخترچه من چه خیلی نشسته است، نشستن همین گونه سنت است چه خیلی گفته. اکنون در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مردها فقط همین خیل میشینن. نگاه کنید این پا این خیل بالای دیگر پا میشینن. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله مردها فقط همین خیل میشینن. انا زنها باشد زمین به زمین مون نفکک چه خیل نشستی همین خیل نشین من همین خیل نشین. زنها باشد این گونه می نشینن در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه. اما این هم برای چی این گونه میشینن؟ برای بزن آسان شدن در نمازش، مشقت نشدن. اما سنت این است که پیشتر برینشین در سنت چه خیل می نشینیم همین خیل نشین. سنت این است که زنها هم همین گونه شینن در دویم رکعت یا اینکه در بین سجده ها. اما وقتی که چهارم رکعت هست این پای همین خیل می ایستد، این پای برایت، این پای طرف ما در چهارم رکعت نگاه کن من همین خیل. مردها پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه همین خیل می نشستن، نه این انگشت ها با این طرف نگاه کنن. نگاه کنید
من میخل می نشستم. پیامبر صلی الله علیه و سلام در چهارم رکعت، این جلسه مثل چی است؟ یعنی به حضور به زمین نشستن است. انا در چهارم رکعت این گونه می نشستن و زنها هم همین خیلی نشستن. این بهتر و بهتر است. اما یکی بعضی ها درد پا دارن، این گونه پا رو راست ایستانده نمیتونن، میتونن مونن. اما پیامبر صلی الله علیه و سلام در وقت چهار رکعته یا التحیات رو از اول تا آخر در دوم رکعت خواندن همین گونه می نشستن. همین گونه می نشینیم. بعدا ما چی میخونیم؟ التحیات لله و صلوات و طیبات، السلام علیک، این رو میخونیم. اللهم صل علی محمد، این رو میخونیم. اللهم بارک علی محمد، این رو میخونیم. بعد از این اللهم اغفر لی و لوالدی رو میخونیم. بعد از این السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله سلام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و الملک، یا السلام علیکم و رحمت الله به این طرف، برکت و این طرف. عزیزان در این باره یگان دلیل نیست. السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، نماز شما تمام می شود. بعد از این استغفر الله، استغفر الله گفتن، 33 بار سبحان الله گفتن، آیت الکرسی گفتن، دعا کردن، اینها همش انشالله سنت است. برای این همش ثواب میگیرید. اما مشکلی ما این است که درباره نشستن نگاه کنید. زنها همه من میخوام نشستن فکر میکنیم سنت است. این گونه نشستن رو یگانه برای آسان شدن نماز برای زنها گفتگی هستند. در اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم در یگان جا گفتگی نیستند که زنها این گونه نشینید، مردها این گونه نشینید. اصلا زنها هم در چهارم رکعت باید این گونه نشینند و دو رکعت نماز باشد دوم رکعت. اما اگر نصف التحیات رو خونیم، یعنی در دوم رکعت نماز 4 رکعته، زنها هم باید بالای این پا بشین، باید این گونه نشینن. یعنی این سنت است. این گونه نشستن سنت است که خیلی گفتم ابو حنیفه رحمت الله علیه برای آسان شدن برای زنها این گونه گفتن که این گونه نشستن برای قوت پا و برای سلامتی هم خیلی فایده دارد. و چیزی دیگر عزیزان درباره سجده، یک بار دیگر سجده کن دخترم. اکنون پایها رو نزدیک کن، کمی منو میخیل سجده کن. انا همین گونه سجده کردن رو، یعنی شکم به پا رسیدن و اورنج ها به زمین رسیدن، برای زنها در نزد جمهور علما آسان شدن برای زن. و بعضی روایت میارن از ام سلمه که برای زنها ممکن است، اجازه میدن. وگرنه پیامبر صلی الله علیه و سلم در اصل اکنون مثل خودت سجده کن، دست ها بالا، شکم از سانی پا بالا، همین گونه سجده میکردن. تمام است بچه. اکنون عزیزان چیزی دیگر درباره نماز، یعنی مهمترین چیز، وقتی مرد، حدیث در صحیح هست، به مسجد می آید و نماز می خواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دیده می استند و 3 بار نماز او را می گویند از نو رفته خون، از نو رفته خون، باز از نو رفته خون. در آخر مرد هم حیران می شود که آخر من نماز خواندم چرا از نو رفته خون می گویند. پیامبر می گویند در وقت رکوع آرام گیر، در وقت سجده آرام گیر، در بین دو سجده آرام گیر، وقتی رکوع رفتی از رکوع خستی آرام گیر. یعنی پیامبر در همین جا برای آن مرد، برای در رکوع یکی خطا کردنش، در قیام دستش رو به کجا موندنش، در سجده یکی دستش چخیل استادنش، نه، به خاطر تز خوندنش 3 بار نمازش رو ویران میکنن. برای همین عزیزان مهمترین چیز در نماز این که فکر شما به یاد الله باشد. شما در کجای نماز هستید، چی گفته ایستادید، با کی هستید، این در یادتان باشد. بعداً هرگز شتاب نخونید. اگر رکوع در جایش، سجده در جایش، دستهایتان در جایش هست و نماز رو اما شتاب خواندید، این نمازتان رو پیامبر برمیگردانند چگونه که همان زمان مرد را برگردانده بودند. مثلا سلمى جان یک بار برخیست، مثلا شما سوره فاتحه رو خواندید، الله اکبر، برکو رفتی، اکنون الله اکبر برخیست، مثلا اکنون نگاه کنید کمی میستیم، الله اکبر، سمی الله لمن حمیده، کمی میستیم، بعداً برکو به سجده میرویم. یعنی زود خسته نمیرویم. چیزی دیگر بنشین. در وقت التحیات خواندن عزیزان، در نزد تمام مذاهب، در نزد 4 مذهب، در وقت اشهد ان لا اله الا الله گفتن ما چیکار میکنیم؟ انگشت رو میبرداریم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. همین نمودی دست برداشتن، مثلا اشهد ان لا اله الا الله، یا اینکه اشهد ان لا اله الا الله، یا اینکه اشهد ان لا اله الا الله، یا از اول التحیات، التحیات لله و الصلوات و الطیبات،
دست رو برداشته ایستادن برای همش روایت است. در تمام کتاب‌های عربی مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه می‌بینید که در وقت اشهد ان لا اله گفتن دست رو می‌بردارید. یگانه در یک کتابی که ترجمه اش رو خطا کردند و همین رو مکروه گفتن، اکثریت مردم دست برداشته دیگر میگن نه این کار وهابی‌ها رو کرد یا کار سلفی‌ها رو کرد، چون همیشه. لیکن عزیزان در تمام کتاب فقه مذهب حنفی ببینید از اول کتابشون تا همین روزه با زبان عربی نظر کنید. در مختصر قدوری هم با همراهی شاگردا خوانده ایستادیم که در آنجا دست برداشتن این سنت است. یکی خیر ترک کرده نمازتون ویران نیست، اما سنت رو ترک کردید. اما نمودش اشهد ان لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله یا من خیلی اشهد ان لا اله الا الله یا همش رو محکم کرده اشهد ان لا اله الا الله گفتن، این هم سنت است که می شود. در این باره هم زیاد میپرسند. این بود عزیزان یک نوار کوتاهک درباره شرح عملی نماز. انشالله بعضی چیزهایی که نافهمه هست برایتان باز در نوارهای دیگر روشن‌تر میکنیم، با امید آنکه عزیزانی که در نماز خیلی حیرانند که چیکار کنیم برایتان آسان‌تر شود. این نوار رو کردیم. پیش از همه چه خیلی گفتم، نماز انسان هم با روح انسان هم با جسم انسان است. یعنی حتما در وقت نمازتان روحتان، فکرتان، عقلتان، قلبتان در نزد پروردگار باشد. وگرنه همه این کارها رو کردیم و فکرمون در نماز و در بازار و در خوراک و چیز دیگر است. این نمازها اهمیت ندارند. همین بود نوار امروزه ما. برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.